حساب می‌رود. خب این ترتیب دوستان عزیز صدای هشتک بختیار کومیلوف بلند شد. رقابت نوبتی دور 22 لیگ اهالی میان دسته‌های امکانیت ادامه دادن هجوم هست. ارسال با داخل جریمه گل ضربه را منتظر می‌شویم. ضربه و گل در دقیقه 8 رقابت حساب باز می‌شود. دوستان صحنه تکرار را توجه می‌کنیم. یک ارسال بنهایت خوب بود از جانب سیاوش حق‌نظری بعد و باز هم دسته شهر دوشنبه با توپ قرار دارد. یک هجوم دیگر و اینجا حتی دروازه‌بان موازنت خود را از دست داد. بازیگران دسته استقلال توپ را صاحب می‌شوند. یک ضربه دیگر و گل. حساب 2-0 می‌شود. باید ببینید قضیه نبودیم. اینجا اشتباه کلام رو محض عزت الله تورسونوف انجام داد. موازنت خویش را از دست داد. از پای افتاد و محض از زمین خود پرتافت حق‌نظری با داخل جریمه گاه یک ضربه دیگر و بازیگران در بالا هم قید کردیم. بونگدوران در جدول مسابقه در زینه ششم هستند. یک امکانیت دیگر ولی در قسمت زیاد از بازی‌های مهم بونگدوران با پیروزی دست یافته توانستند. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال پیدا می‌شود. ضربه و گل. حساب 3-0 گردید. در دقیقه 20 صحنه تکرار را اکنون توجه می‌کنیم. دور 16 لیگ اهالی صورت گرفت. دسته اسقاط با پیروزی دست یافت. یک امکانیت دیگر برای دسته یک هجوم نوبتی بازیگران دسته استقلال. ارسال با داخل جریمه گاه امکانیت ضربه و ببینید که این حالت رو برمیگردانند بازیگران دسته اسقاط. صدیق جان قربانов بود که اکنون او میدان رو ترک کرد و در موقع او بازیگر رقم 95 رودولف تورکای باز رو ادامه میدهد. یک ضربه سخت و مستحکم دیگر با سمت دروازه. تو بعد که توانست نمای خوب نشان داد در موقع خود ولی ما از جانب اکبرزاده یگان ضربه مستحکم رو ندیدیم. یک فرصت دیگر و حساب 4-0. بازم رستم سویرف با زدن گل دست یافت. چگونه امکانیت پیدا کرد؟ یعنی 5 بازیگر با افگالی در روی خط بهترین نشان زنان قرار داشتند. یک ضربه مستحکم دیگر با سمت ولی همون هجوم دسته استقلال ادامه دارد. باز کی است که میتواند اومده رفتی بازی رو تغییر دهد؟ یک ضربه دیگر. بازیگران دسته استقلال دیگر برای با هجوم فرار می‌نمایند. یک امکانیت دیگر برای آنها پیدا می‌شود. باز هم ضربه به سمت دروازه. حق‌نظری به نزد توپ می‌آید. با بازیگزاری این حالت را انجام دادند بازیگران دسته استقلال. پس با احسان پنجشنبه ارسال با داخل جریمه گاه با امیربک جورابویف ضربه می‌زند با سمت دروازه. با تو حرکت کرده ایستاده است. پس با کنار چپ میدان پس تبریز اسلاموف با داخل جریمه گاه یک ضربه دیگر. اون که صاحب جان حکیموف میدان رو ترک کرد. اشان خانوف دست بعد کاپیتان رو با دست آویخته است. یک ضربه دیگر از بیرون جریمه گاه انجام داده شد. یک ضربه دیگر و توپ با تور دروازه صاحب امتیاز شود. صحنه تکراری همون حالت را توجه میکنیم. یک ضربه سخت و مستحکم از هجوم دسته استقلال ادامه دارد. یک ارسال دیگر با داخل جریمه گاه عبدالمنان ادامه هجوم دسته اسقاط را توجه میکنیم. ارسال با داخل جریمه گاه بختیار ظریفov اولین رقابت رو با بخچه‌ام بس کردن. یک امکانیت دیگر ضربه به سمت دروازه. در دایره رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا یک امکانیت دیگر برای بازیگران دسته استقلال و این مراتب نیز برگردانده می‌شود. یک ضربه دیگر با سمت دروازه و گل. بازیگران دسته اسقاط گل شرمشکن خود را در دقیقه 84 رقابت توجه می‌کنیم. خال میرزویف را در موقع خیلی خلیف ارسال با دیاربک شوقیف. هجوم دسته اسقاط ادامه دارد. ضربه را منتظر می‌شویم. ضربه هم انجام داده شد و گل. حساب 5-2. جسور یاربک باز هم رسولی. از با محمد جان رحیموف پرتوف با داخل جریمه گاه یک ضربه سخت و مستحکم و گل. قبل از اون محمد جان رحیموف نیز با زدن گل دست یافته بود. بوسلوف ارسال با داخل جریمه گاه یک ضربه دیگر در رقابت دوم. نوستوب در اداره بازیگران دسته استقلال است. رضا دهقانی گزارش خوب انجام داد. پس نوبتی با داخل جریمه گاه و ضربه مسرور غفورов این حالت رو با بازیگزاری انجام دادند. خب به این ترتیب دوستان عزیز صدای هشتک دوبار هم بلند می شود. بازی دسته های استقلال شهر دوشنبه و اسقاط شهر خوجند با این ترتیب با انجام رسید با نتیجه 6-2.
голҳоро чӣ гуна ки мушоҳида мекунем, дутои онро аз ҳайати дастаи Истиқлол Эсони Панҷшанбе зад, дутои дигарро Рустам Соиров ва як голиро Муҳаммадҷон Раҳимов ва Манучер Ҷалилов ба ҳадаф расониданд. голҳои дастаи Эсқатаро бошад Ҷасур Ярбеков ва